بله 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 بله. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان 30 روز میمانی مانه، رمضان 30 روز میمانی مانه، رمضان قوت ایمان مانه، رمضان قوت ایمان مانه. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. حالا خاله تو کش کش میکنی، حالا خاله تو کش کش میکنی، طبقای پرر کشمش میکنی، طبقای پرر کشمش میکنی. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. یا ثواب یا جواب، یا سنگ پیمان یا کوزیه. سلام و شب زیبای شما بخیر. ما در ولسوالی زیبای کراخ هستیم. آمدین رمضانی در این فضای زیبا تجربه بکنین و ما متفاوت از دیگر رمضانی ها هست. ما قرار هست که به خانه های افراد نیازمند برین، به خانه های برین که شاید کمتر این روزا رو تجربه کردن. از اونا تحفه نگیرین ولی برای از اونا تحفه بدین. اگه میخواین این فضای زیبا رو دنبال کنین، پس ما رو تنها نگذارین، ما رو همراهی کنین و هنرمندان نازنین و خوشقلب و خوش سیمای خود تشویق کنین. بخیر. بله 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 بله. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. ای سرا اسکی رو بمباده، ای سرا اسکی رو بمباده، ما پنداریم خونه اربابه، ما پنداریم خونه اربابه. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان گفتیم تا مونده شدیم، رمضان گفتیم تا مونده شدیم، زیر صابات شما پوده شدیم، زیر صابات شما پوده شدیم. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. یا ثواب یا جواب، یا سنگ پیمان یا کوزیه. السلام علیکم. جان شما بگیم بغل خوب ان شاء الله. سلامتین. شب شما بخیر. روزه و نماز قبول. خوب هستین ان شاء الله. خوش آمدید. سلامتین. بسیار خوش آمدید. کاکا جان، ما از شهر زیبای هرات آمدیم به ولسوالی زیبای کراخ. آمدیم امشب در خانه های ولسوالی کراخ بریم به رمضانی. میخوایم خاطره شما از رمضانی بشنویم. آخرین باره که به خانه دم خانه شما به رمضانی آمدن کی بوده؟ بله خوش آمدین. من پیری اوله که شما آمدین ان شاء الله. اولین معمولا که خود شما هم رفتیم به رمضانی؟ نه اصلا به زندگی هیچ ما نرفتیم به رمضانی. پس ما این بار میخواین تجربه زیبا شما از آدرس ما تجربه بکنین. ما مبلغ 5000 افغانی هم برای شما تحفه میدیم و برای شما تقدیم میکنیم ان شاء الله. برای دوستانی که بانی کار خیر شدن ان شاء الله دعا بکنیم. بخیر باشین کاکا جان، در پناه خدا باشین ان شاء الله. سلامت باشین، بخیر باشین. ما رو دنبال کنین، ما رو تنها نگذارین. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان.
بله 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 بله. رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان گفتیم تا مونده شدیم رمضان گفتیم تا مونده شدیم زیر صحبات شما پیدا شدیم زیر صحبات شما پیدا شدیم رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان ما بچه هستیم یک کوچیل دو ما بچه هستیم یک کوچیل دو یکی را کشتیم با چوبی کدو یکی را کشتیم با چوبی کدو رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان یا سباب یا جواب یا سنگ پلمن یا کوزه خوبیم کوکو جان شب شما بخیر خوبیم انشالله طاعت و عبادات و نماز شما قبول باشه حسنا وسیم خوبیم سلامتیم شب شما بخیر اشتنیم برارم خوبه سلامته اشت سفری میشه ماه مبارک رمضان خدا رو شکر. خوبه آخرین بار که رمضانی تجربه کرده بودیم کی بود همین اولین باره. اولین بار اصلا تجربه نکردیم خود شما هم نرفتیم برای رمضانی نه بودیم نرفتیم همیشه من مسافرت ایرانی بربر دنبال ارزاقمون امشب چی احساس دارین که جمعی از هنرمندا از هرات آمدن به خدمتش بله چی احساس دارین خوبی داری بسیار خوش داری که قربان شما سلامت خدا شما رو حفظ کنه ما هم آمدیم که فرهنگ رمضانی برای شما تازه کنیم هم تحفه نقدی خدمت شما تقدیم کنیم بخیر باشین ان شاء الله سلامت باشین قربان شما بخیر باشین ان شاء الله رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان بگیریم لنز وایت بگیریم بریم بخیر شروع بله 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 رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان ما بچه هستیم یک کوچه لوچار ما بچه هستیم یک کوچه لوچار یکی رو کشتیم با چوب چنار یکی رو کشتیم با چوب چنار رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان اسرا اسکن رو بمباده اسرا اسکن رو بمباده ما پنداریم که سرای اربابه ما پنداریم که سرای اربابه رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان یا سباب یا جواب یا سنگ پلمن یا کوزه سلامت باشه کاکا جان از اون چهره نامشخص هست یک آدم بسیار نورانی یک آدم خوش اخلاق و مهمان کاکا جان چند سال هست که رمضانی شما تجربه نکردید همین برنامه دفعه اول خود شما هم به رمضانی نرفتین خود ممنون چرا نرفتین دلیلی چی بوده تشویق کسی نبوده تشویق کسی نبوده انشالله سال بعدی اگه ما نریم شما انشالله تشویق میکنیم جوان‌ها رو که برن چون یک فرهنگی است که سالهای سال در کشور عزیز ما افغانستان
این بوده و ما مسئولیت ما هست که به نسل‌های بعدی انتقال بدیم و یک اولین بار هست شما تجربه کردین دیگه برای ما هم لذت بخش بود که اولین کسانی که آمدین ما بودین و ما یک تحفه ناقابل هم آوردیم به خدمت شما انشالله که برای ما هم دعا کنیم برای دوستا هم انشالله دعا کنیم بخیر باشید با همه دعا میکنیم آخه بیایم خود دوستا به داخل سرای چای هم بخوریم خودمون بریم باشیم سلامت باشین بخیر باشین دعا بکنین در پناه خدا باشین خدا حافظ شما نام تور بالا ببینم دلارام تو را زیباتر از دنیا ببینم ای جانم ای به هر گوشه بشانم من ناله تو را سرسبزم زیبا ببینم ای نازنینم خدا قسمت کنه دگم شمار ببینم چی کنم از غم تو چی کنم از غم تو همیشه با چشم ترم کو به کودش بدش حواله و در بدرم لیلا 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 مجنون کردی تو مار چوب کنی خوشقلب و مهربان دیگر هم با خود دارین امشب چی احساس داریم شما؟ احساس داریم خود شما بریم رمضانی چه کردن؟ پیام شما چیه برای دوستایی که هنوز به رمضانی نرفتن چی پیام داره؟ پیام داریم از این به بعد برم خوشحال باشم خوشحال باشم یک تشویق بلند ما را دنبال کنین ما را تنها نگذارین بله بله رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان الا خاله تو گم میکنی الا خاله تو گم میکنی طبقای چینی رو گندم میکنی طبقای چینی رو گندم میکنی رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان ای سرا اسکینه رزی نداره ای سرا اسکینه رزی نداره زیری رزینه خزی نداره زیری رزینه خزی نداره رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان یا ثواب یا جواب یا سنگ فرمان یا کوزیه السلام علیکم سلام علیکم اشتنی کاکا جان جان شما جور سلامتی قربان شما سلامت خوش آمدیم همه بسیار هستیم بسیار کاکا جان خوب هستین انشالله سلامتین دوستا رو میشناسین هنرمندا بله او بازار بابی چی بیدیم اینور آقای سرخوش بله او اینو عمل شدید زنده باشیم به نظر شما چقدر تاثیرگذار هست همین رمضانی و پیام از او و چی حس دارین شما امشب خیلی خوب خیلی خوشحال شدیم ما خوشحال شدین لذت بردین انشالله لذت بردیم تشکر چی پیام دارین برای دوستایی که هنوز به رمضانی نرفتن همیشه میر غم باشه و خوشی و چی خداوند عمل بمیرو انشالله قربان شما ما یک توفیه هم آوردیم خدمت شما انشالله تقدیم میکنیم و انشالله برای دوستایی که بانی کار خیر شد سلامت باشین زنده باشین دعا بکنین در پناه خدا باشین تشکر سلامت باشین
رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان 3 روز میمانه مانه رمضان 3 روز میمانه مانه رمضان قوت ایمان مانه رمضان قوت ایمان مانه رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان روش کنیم جوی نفتکیم. من میخوایم از کسی که بیشتر عمر خود در تئاتر و کارهای هنری پشت سر گذاشته جناب آقای سرخوش سوالی بکنم. جناب آقای سرخوش، شما سالهای سال تجربه رمضانی داشتین. من میخوایم یک خاطره شیرین و خلخر با ما شریک بسازین و چی پیام دارین شما و جناب هنرمند عزیز ما که مشهور به چی هستن؟ نعیم جان جانو، یکی از هنرمندان خوش صدا و خوش سیمای ما و همه دوستاوی جوانان ما هم که در این برنامه ما را همراهی میکنن. ما خوشحال میشیم که با کمترین امکانات دارم تلاش میکنن، باعث لبخند و خوشی میشن. میخوایم خاطره سرخوش رو بشنویم و باز رمضانی خود ادامه بدیم. من سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام عزیزان که ما از طریق دنیای مجازی میبینم. من بیترین خاطره که در دوران زندگی خدا رو از این رمضانی بعد از این جنگ های تحمیلی و بالاخره دو دهه جنگ فراموشی سپرده شده بود. وی بود که بعد از پیروزی یک روز دیگه آقای حسین زاده و ما و اینا هم جمع شدیم که به همت آقا صاحب بزرگوار که با ما پیشنهاد کردن، گفتم بیاین که خودشون همین از پس نمده. همین بود که برای اولین بار رمضانی به همت جناب مجددی صاحب تحریزی شد و همچنین این بارور بود برای ما. برای از این که یک روز دیدم آقا صاحب زنگ زدن، گفتم یک دختره که او نیاز به کلیه داره و او هیچی هم به خونه داره. من هماهنگیار همه بکردم وقت به پارلمان تشریف داشتم و من هماهنگیار بکردم شما تیم شما وقت از این بیاییم به کابل که ما به اونجا رمضانی هم از نگاه عنعنوی یک نشر بشه، به اونجا هم یک یادبودی بشه که ایراد همچین طرح‌ها داره، همچین عنعنات خوبی پسندیدی داره. و ما رفتیم به اونجا در خانه وکلای پارلمان، رئیسا همه رفتیم و بالاخره خداوند به همت آقا صاحب ما ناکام نقدیش و ما تونستیم پول خریداری گرده همون دختره که واقعا نیاز مبرم دیش بین مرگ و زندگی و دیگه هیچ چیزی نمونده بود و او به حکم خداوند به حساب چه شد؟ صدمند شد. و من جا داره تشکری کنم از که همیشه بینی کارهای نیک از خانواده نیک مجددی ها صاحب که هستم در تمام حیرتی ها معلومم اینا همیشه در خدمت مردم بودم و هستم، نه اینا تنها اجدادا اینا. البته نگفته نمونه که برای اولین دفعه رمضانی از اهرات به مرکز رفت، اصلا اونو تعجب کردن که شما رمضانی بیاوردین به ما یک نوآوری کردین که ما از بعد رمضانی به مردم کابل ما گفتیم این رقم اونا باز پیش بردن. برای اولین دفعه به مرکز رفت، خاطرات هم هیچ وقت از یاد با نمیره که هجی صاحب به ما خدمت‌های زیاد ما وظیفه خود انجام دادن. من سپاسگزاری میکنم همین که امشب یک مسیر راه رو جمع دوستا اعضای ما آمدن با لب پرخنده در خانه به خانه میخواهند برند و این پیام برسانند و این توفار انتقال بدن. این خود از یک افتخار بسیار بزرگی است. پس رمضان یا رب رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان بلبلک شیشته سر شاخی نبات بلبلک شیشته سر شاخی نبات گریه میکنه حضری بیار گریه میکنه حضری بیار رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان الله هجی صاحب خور دلبر کو الله هجی صاحب خور دلبر کو حضری یا سرخد از کیسه
بیدار کو هزاری یا سرخ از کیسه بدر رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان یا ثواب یا جواب یا سنگ پیمان یا کوزیه وجیسه چی میگی؟ ما دیگه شما دیگه توقعی نداشتید شما یخ خوش شد یا نه؟ روشنیه همه ایشون آقای جمعی مسلمین بیام و خصوصا پدر مادر دادای شما مردم که در این های خیف همیشه کمک و همکاری به مردم غریب مسلمین بی وضاحت میکنید. خداوند مریضا شما صفای بگیر. معلولایی که در خانه‌های منتظری شفا است، منتظری قضا است، خداوند همه شما خیر بکنه، اونها را صفای بکنه یا حی یا قیوم. بخیر باشید. یک توفی ناقابل از طرف ما ان شاءالله که باز شیرینی عید بگیریم بخیر. البته حاجی صاحب ناگفته نمونه ما همیشه میرفتیم بدم خونه پول میگرفتیم این شعری که ما خوندم گفتم حاجی صاحب ازریا بیری کن خورد دلبر کن ممی واسه رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان آمد خیلی خوش آمد میمنای رای دور آمد خوش آمد رمضان آمد خیلی خوش آمد میمنای رای دور آمد خوش آمد خود میلی سیگر میونیم جان خوش آمد علی میلی سمگی یا خوش آمد صلوات بر محمد اللهم صل علی محمد و آل اصحاب محمد تشکر الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين